ماجراهای بیل مکانیکی. این داستان بیل مکانیکی و پروانه، اثر جوزف کیفلر. یکی بود یکی نه. بهار از راه رسیده بود و ماشین آلات ساختمانی سخت مشغول ساخت و ساز بودند. روزی از روزها بیل مکانیکی و قلتک مشغول کار بودند که چشمشون افتاد به یک کرم ابریشم. بیل مکانیکی گفت صبح خیر. قلتک پرسید ما از خواب بیدارت کردیم؟ کرم ابریشم به سمت نزدیکترین گیاه خزید و شروع کرد به ملچ ملوچ کردن. گیاه رو جوید و جوید و جوید تا اینکه از گیاه چیزی باقی نموند. بیل مکانیکی پرسید این خزنده زیبا اسمش چیه؟ قلتک گفت نمیدونم راستش، ولی انگاری که حسابی گرسنه است. ماشین‌های دیگه هم با قلتک موافق بودن. پس تا جایی که تونستند برگ چیدن و جمع کردن. اونقدری که میشد یه مهمونی خیلی بزرگ برای دوست جدیدشون داشته باشن. کرم ابریشم برگ‌ها رو گاز میزد و می‌جوید. لیفتراک گفت این خزنده چه بامزه است، اما نمیذاره ما درست حسابی کار کنیم. بیل مکانیکی گفت حق با توه، ما سرمون خیلی شلوغ‌تر از این حرف هاست که وقت برای استراحت داشته باشیم. پس همگی برگشتن سر کارشون. امثال هول دادن، بالا بردن، پایین گذاشتن، ساختند و ساختند. بیل مکانیکی روی بدنش یه چیزی احساس کرد که داشت قلقلکش میداد. به کرم ابریشم نگاه کرد و گفت دوباره سلام، و به کار خودش ادامه داد. کرم ابریشم هم به خزیدن ادامه داد. از بدنه بیل مکانیکی بالا میرفت، پایین میومد، بالا، پایین، بالا، پایین. بیل مکانیکی گفت میشه لطفاً اونجا راه نری؟ من دارم کار میکنم. اما کرم ابریشم گوشش بده کار نبود. کرم ابریشم یهویی وایستاد و مشغول کار خودش شد. چرخید و پوست اندازی کرد، تغییر شکل داد و نهایتاً پیله‌ای درست کرد و رفت توی پیله. بیل مکانیکی از دیگران پرسید این خزنده اینجا چی کار میکنه؟ بالابر گفت کاشکی میدونستم، ولی ما از برنامه عقبیم. بولدوزر گفت باید برگردیم سر کار. همه موافق بودن. پس همه‌شون برگشتن سر کارشون جز یکی، بیل مکانیکی. برای اینکه پیله آسیب نبینه نمیتونست از جاش تکون بخوره. لیفتراک کنده ها رو بلند می‌کرد. بالابر گیاه ها رو جابجا می‌کرد. ولی بیل مکانیکی هیچ کاری نمیتونست انجام بده. نهایتاً گفت من حوصله‌ام سر رفته، کارتون تموم نشد. پیله همچنان آویزون بود و بدون هیچ حرکتی ایستاده بود سر جای خودش. روزها میگذشت و بیل مکانیکی فقط دیگران رو که مشغول کار و تلاش بودن نگاه میکرد. بیل مکانیکی گفت میشه یکی بیاد کنار من بشینه؟ جرثقیل و بولدوزر گفتن ببخشید ولی ما حسابی مشغولیم. بیل مکانیکی وقتی دید حوصله‌اش خیلی سر رفته تصمیم گرفت هر کاری پیله میکنه انجام بده. پیله تاب میخورد، اونم تاب میخورد. پیله زیر بارون خیس میشد، اونم خیس میشد. وقتی پیله زیر نور خورشید آفتاب میگرفت، بیل مکانیکی هم آفتاب میگرفت. یواش یواش بیل مکانیکی توجهش به یه چیزی جلب شد. میدید که باد درختها رو تکون میده و ابرها آروم آروم حرکت میکنن و صدای رودخونه چقدر زیباست. پرنده ها آواز میخونن و دنیای اطرافشون داره کم کم تغییر میکنه. همیشه دنیا در حال تغییره. بیل مکانیکی با خودش که فکر میکرد
میدید که انگاری اونم داره تغییر میکنه. دقیقاً اونجا بود که اتفاقی عجیب افتاد. پیله تکون خورد. شکافی برداشت. از توی پیله چیزی خودش رو به بیرون هل داد و بال زد. اوه، یه پروانه زیبا بیرون اومد. این مکانیکی گفت پاشید بیاید اینجا. همه با تعجب نگاش کرد. این مکانیکی گفت شما سرتون خیلی شلوغ بود. ببینید اینجا چه خبره. پروانه پرواز کرد و از کامیونی به کامیون دیگر پرید. چنگک گفت وای داره منو قلقلک میده. بولدوزر به پروانه گفت سلام. جرثقیل هم سلام کرد. پروانه بال زد و بال زد و بال زد. بید مکانیکی به دنبال پروانه حرکت کرد و بقیه کامیون ها هم به دنبال اونها رفتن. بولدوزر گفت کجا دارید میرید؟ بین مکانیکی گفت یه جای جدید. همه دنبال هم از کنار رودخونه رفتند و رفتند و رفتند تا رسیدن به جایی که یه منظره خیلی زیبا رو دیدن. کنار رودخونه پر از پروانه بود. در میان گلها و درختان بیل مکانیکی و دیگران دوستای جدیدشون رو دیدن و باهاشون حسابی بازی کردن.